موج جدید جنبش آزادیخواهی مردم ایران با واقعه دلخراش جان باختن مهسا امینی آغاز شد و با محوریت شعار مترقی زن، زندگی، آزادی به پیش می رود. این جنبش برای چندین ماه بدون وجود نهادی مرکزی برای هماهنگی اعتراضات و صرفاً با اتکا به خلاقیت و تنوع روش‌های کنشگران داخل و خارج کشور ادامه یافت. اگرچه این عدم تمرکز کارکرد قابل قبولی داشت، ولی تجربه آن چند ماه ضرورت وجود شبکه‌ای منسجم‌تر و ارتباط نزدیکتر بین کنشگران برای تصمیم سازی، هماهنگی فعالیت‌ها و تسهیل کنش‌ها را کاملا نشان داد. در پاسخ به همین ضرورت، با همستان آزادی در زمستان 1401 توسط گروهی از مهندسان ایرانی در خارج از کشور به صورت داوطلبانه و بدون وابستگی به هیچ گروه سیاسی ایجاد شد. با همستان آزادی با اتکا به فناوری‌های روز، سامانه ایمن برای ایجاد پیوند بین حلقه‌های فعالین در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند تا با بازتاب نظرات جامعه کنشگران از طریق نظرسنجی‌های مستمر، سازوکاری برای تصمیم سازی و هماهنگی کنشگران جنبش آزادیخواهی مردم ایران در مقیاس ملی ایجاد کند. مهمترین ابزار تصمیم گیری برای کنش‌ها سازوکار نظرسنجی است. محتوای نظرسنجی‌ها توسط اعضای مدعو و با توجه به نظرات همه اعضا تعیین می‌شود. به منظور همفکری و تبادل نظر بین اعضا، گفتگوکده با همستان فضایی سالم برای گفتگوی سازنده فراهم می‌کند. بحث‌های گفتگوکده بر پیشنهاد کنش‌های مؤثر و به ویژه طرح موضوعات مناسب برای نظرسنجی‌ها متمرکز خواهند بود، با تاکید بر احترام متقابل و پرهیز از حملات شخصی. نظرسنجی‌ها روی سامانه با همستان و شبکه‌های اجتماعی برگزار می‌شوند. همچنین برای دسترسی به کنشگران داخل ایران در مقیاس بزرگ و نظرسنجی از ایشان در مورد کنش‌های پیشنهادی با همستان با کمک مالی اعضا فیلتر شکن‌های ایمنی را به شکل رایگان در اختیار هموطنان داخل کشور قرار می‌دهد. به این شکل علاوه بر کمک به مبارزه با سانسور اینترنت، برای تصمیم در مورد کنش‌ها می‌توان از گروهی از کنشگران داخل ایران بازخورد گرفت بدون اینکه لازم باشد ایشان عضو با همستان شوند. برای عضویت در با همستان آزادی 3 مسیر مختلف وجود دارد. در مسیر اول یا دعوت دوستان، شما دعوتنامه‌ای از یکی از دوستانتان که عضو با همستان است دریافت می‌کنید. هویت شما برای بقیه اعضا و تیم اجرایی با همستان می‌تواند ناشناس بماند. در مسیر دوم یا دعوت مستقیم، شما هویت خود را فقط برای تیم اجرایی با همستان آشکار می‌کنید و در صورت همگرایی فعالیت‌های آشکار شما با اهداف با همستان مبنی بر گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی، دعوتنامه مستقیما از طریق با همستان برای شما ارسال خواهد شد. اشخاصی را که از طریق یکی از این 2 مسیر عضو با همستان میشوند، عضو مدعو مینامید. در مسیر سوم یا عضویت بدون دعوت، شما تنها با داشتن یک آدرس جیمیل می توانید عضو با همستان شوید. هرچند از بعضی از امکانات داخلی با همستان نمی توانید استفاده کنید. با توجه به اهمیت نظر اعضای مدعو در تصمیم گیری ها، یکی از اولویت های با همستان آزادی جلوگیری از حساب های تکراری و فعالیت ربات هاست. مهمترین مبنای مشترک عضویت در با همستان باور کامل به دموکراسی سکولار برای آینده ایران است. حکومتی که در آن آزادی‌های فردی از جمله حق آزادی بیان تضمین شده باشد. برای آشنایی بیشتر با سازوکار با همستان و پیوستن به آن، به پیوند azadi.net.app مراجعه نمایید.